ما از مقامات طلب می نماییم که از ایجاد هر نوع ترس و رعب و وحشت در بین مردم دست بردارید. این بی‌وجدان ها از برای منفعت شخصی خودشان می توانند وطن مادر عزیزمان را فروختند. Vilket kidom قاعده کاندید نوشتین کدام کنستیتوسیون هر آنچه جناحت آدم نشیناحت ما اینجا جمع آمدگان از نزدیکان و بستگان نصرت الله سعیدوف می باشیم. نصرت الله برادرزاده استاد مرحوم سید عبدالله نوری یکی از جناحهای برقراری صلح و آشتی ملی در کشورمان می باشد. سبب این جمع آمدن نگرانی عمیق خود نسبت بازداشت برادرمان می باشد. چنانه که از شبکه‌های اجتماعی الکی خبر دارید، در روز 24 ینور برادر ما نصرت الله را برای ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان دعوت نموده و بازداشتش میکنند که تا امروز مقامات دلیل این بازداشت را اعلان نکردند. بعد بازداشت حتی اجازتی به خانواده‌اش خبر دادن را برایش ندادند. صبح 25 ینور 4 نفر دیگر از نزدیکان و باشندگان دهه را به بازپرسی دعوت نموده بگاه همان روز رهایشان میکنند. و همین طور از مقامات به خانه سیدالله نورالدینوف که او هم از فرزندان و بستگان ما می باشد و فعلا در زندان قرار دارد آماده مادر او را نیز مورد بازپرسی قرار می دهند. قبل از این هم بارها نزدیکان و بستگان ما مخصوصا نصرت الله به نهادهای قدرتی دعوت می شدند و حتی 2 نفر از آنها که حالا همین جا حضور دارند 5 شبانه روز در زیرزمین بینای ریاست کارهای داخلی مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته بودند که مجبور به هجرت و ترک کشور شدند. این و خیلی از نمونه های دیگر که نمی توانم همه آنها را اینجا گنجاند وجود دارد که ما خانواده و نزدیکان ما و آینده فرزندان ما را خیلی تحت نگرانی شدید قرار داده است. ما از همه نهادهای قدرتی قاطعانه طلب می نماییم که دست بردارید از همه گونه تعقیب و فشار و آزار مردم و نزدیکان و بستگان ما و مخصوصا نصرت الله سعیدوف. ما از مقامات طلب می نماییم که از ایجاد هر نوع ترس و رعب و وحشت در بین مردم دست بردارید. ما از مقامات کشور آزادی هر چه زودتر نصرت الله سعیدوف را طلب داریم و آمادگی خود را برای اقدام‌های بعدی تا آزادی نصرت الله سعیدوف اعلان می‌داریم. Мы призываем власти Таджикистана ответить на наше обращение и прояснить ситуацию, дать наконец-то точный ответ, где находится наш друг и брат. Семья, близкие, друзья Амредина обеспокоены его судьбой. Амредин не террорист, он не экстремист, он патриот и защитник своей родины. И если он действительно задержан властями Таджикистана за свои убеждения, мы требуем его освобождения. Мы против огульных ложных обвинений, сфабрикованных уголовных дел. Верховенство закона прежде всего. Право человека на достойную жизнь, на равные права, на справедливый суд – это фундаментальные права граждан Таджикистана. Не ломайте в людях волю. Мы надеемся на ваше благоразумие. Свободу Амредину Аловачоеву! Свободу Амредину Аловачоеву! در ماده 10 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان گفته شده است دولت و همه مقامات‌های آن، شخصان منصبدار، شهروندان و اتحادیه‌های آن وظیفه دارند کنستیتوسیون و قانون‌های جمهوری را رعایت و اجرا نمایند. این کارمندها باشند برعکس کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را پایمال کرده یگان قانون دولتی را رعایت نمی‌کنند. امروزها در تلویزیون بدخشان بعضی کارمندهای دولتی که از برای 2 تنگه زیاتی یا منصب در حق مردم خاکسار دانشمند بدخشان گپ‌های دغل میزنند. این عمل کارمندان دولتی در بدخشان نیز قانون جمهوری تاجیکستان را ویران میکنند. این خیانت به خلق و دولت می باشد و اگر به اساس نظر اندازه این اشخاص اگر دشمنان بیرون از دولت با این خیل آدمان بی‌وجدان 2 تنگه زیادتر پیشنهاد کنند، این بی‌وجدان ها از برای منفعت شخصی خودشان می توانند وطن مادر عزیزمان را فروختند. چون که این خیلی بی‌وجدان ها نه برای خدمت به خلق و وطن کار می کنند بلکه فقط به فایده کیسه های خودشان. یا اگر دشمن به وطن عزیزمان حمله کند این خیل کارمندان بی‌وجدان راه گریز را
پیش میگیرند و برای دفاع از وطن گلبدین ها به کار می شوند. ما با این خیل شخصان بوجدان مراجعت می کنیم که مردم شرفمند ولایت مختار کوهستان بدخشان را دشمن و بدخواه نسازید. منو مراد بکف دوست محمد نظر بوده دوست نظر از نوعه روشقله از سلسویت تفدین 28 نویابر رو که دو صوت شد شب مپوت از بالنیتن دانیویت به مخیز که نرم بارن خوب جنا تا مفرو دوسک زار خوشوش لودو مرا دوسک تا تو چه نیاده کده ده متنستانجا کنجوی تربیچی ملوقی مرپنویت خو موی زوگ شد تو مرم مپوت اول فکس بعد فایزی کردم لودم ارایی دوازمین حده زبیدم لودو نزبه استوتو این نبافت دکتر فایزی ارو ممنوست دم خوابم گذار شد دم میسنت بیگرد یا تیار از معوضه باز بودم پدودی کسی ترد ارو یو حکومتدار نیاز داده لطون چیز آورتا ترنگ نوینشون یک دیگه کنستیتوشت قانون یاسنا خیر راه گذار نکسیسته و حکومتدار به پوستید کاندید نوشتیم بودم هم جهان نه دست 57 تا 94 اون آشخراک چون من جای کارگاه نیست اون 90 ساله یعنی که ما وقت سالان پرالش پستیل رژیم مپود در خوشی خو محله وی محله وید به میشیسه تیار بشو ارو یو رنبه سوترم وی این ایوان جناب پون بداد خو ایکت چدام قایده کاندید نوشتین چدام کنستیتوسیون هرانش جناحت آدم نشیناحت مو خوی خطاقلی که تیز نده هر تام مپوت ایوان جناب کشته تا چوب جا باید با جناحت تیش شوی